های کشور عزیز ما و تقریبا روزی سرنوشت ساز میشه گفت از یک نظر، از اینکه البته گروه حاکم که در قدرت هستند طالبا به این دعوت نیامدن و بقیه اقوام هستند با 24 کشور 25 کشور که دعوت شده با به اصطلاح میزبانی سازمان ملل متحد و انشالله اینا بشینن صحبت کنن و بلکه یک چاره یک کاری یعنی چاره بیاندیشه برای اولا برای مردم افغانستان و برای اون سرزمین و برای مردم اونجا، سوم که از همه مهمتر هستن عزیزا برای این بانوان عزیز و برای دختر خانم های عزیز که تا بلکه بتوانه انشالله با امید خدا با زوری مردم افغانستان که در اون گروه نرسید، حالا انشالله بلکه زوری جامعه جهانی فشار بیاره تا اینکه روی اون گروه ظالم که بتونه انشالله در مکتب در مدرسه را بروی دختر خانم های عزیز از صنف ششم به بالا را باز کنه، انشالله در دانشگاه ها را باز کنه و ذره از مشکلات اون جامعه هم از ذره از مشکلات خانم های اون سرزمین به خصوص دختر خانم ها بتونه کم کنه انشالله، که اینها هم با امید خدا بتونه بره دانشگاه، بتونه انشالله درس بخونه و بتونه به آرزوهایش برسه و بتونه در مملکت عزیز ما افغانستان که این مملکت همه افغان ها هستن انشالله خدمت کنه. و عزیزان دوستان، شما خودتون از همه بهتر میدونید و دیگه تو این قرن، تو قرن 21، حالا مثلا تو قرن 21 که ما شما نیستیم، تو قرن 90 هستیم، 91، در این قرنی که تمام کشورهای دنیا همه از صفر خودشون را در کجا رسوندن. حالا اگر مثلا یک کشور، یک جامعه مثلا جامعه ما و شما که بتونه مثلا از الان دهه 60 برگرده، یعنی دیگه خیلی مثلا چیزی خوشایند نیستن و اصلا دنیا نباید قبول کنه، دنیا نباید بذاره که مثلا مملکتی که بالاخره همین 2-3 سال پیش یک دموکراسی داشت، انتخابات داشت و همه چی داشت، یک دفعه برگرده به اصطلاح دهه 60. خب اینم ظلم بزرگیه که در جان از اون ملت، در جان از اون مردم، که یعنی جبران ناشدنی. و این جلسات ها انشاءالله با امید خدا بلکه کاری یعنی چاره شوه و چاره بیاندیشه به مشکلات مردم و انشاءالله که بتونه راه حل خوبی را به اصطلاح پیدا کنه و این گروه ظالم را هم انشاءالله سر عقل بیاره و بتونه که با به اصطلاح حکومت همه شمول موافقت کنه و بتونه همه مردم در اون حکومت سهیم شوه و چی به اصطلاح زن و مرد، خانم های عزیزم بتونه به اصطلاح در اون حکومت باشه و یعنی در حالا نماینده باشه، به اصطلاح رئیس باشه، حتی بتونه رئیس جمهور شوه. خب در تمام کشورهای دنیا مگه همینطوری نیستن عزیزان؟ زن میتونه هر چی که به اصطلاح یک مرد در اون جامعه میتونه به اصطلاح رئیس شوه، خب زن هم میتونه رئیس شوه. اون هم انسان است، اون هم هست خب از همون سرزمین است. اون هم اگر به اصطلاح بهتر از مردا خدمت نکنه، بدتر از مردا که خدمت نمیکنه. شما فکر کنید در هر کشوری که خانم ها یا خانم به اصطلاح رئیسی از اون کشور هست، زمامداری از اون کشور هست، بهتر از مردا به اصطلاح زمامداری میکنه، بهتر از مردا خدمت میکنه در اون کشور و بهترین کشورها را هم به اصطلاح همون جایی که خانم ها به اصطلاح زمامداری همونجا هستن، یا رئیس جمهورش هستن، یا معاون رئیس جمهور هستن، یا بالاخره رئیس مجلس هستن. حالا با
سمت‌های بالا که نام اصطلاح اونجا کار میکنن بهترین کشورهای پیشرفته هستن و بهترین روز تا روز پیشرفته میکنن. و متاسفانه کشورهایی که مرد سالار هستن هنوز هم تو این مثلا دهه 90 تو این قرن اونها همونطوری پیشرفت که نمیکنن هیچی. به اصطلاح مثل کشوری ما و شما افغانستان عزیز ما مثلا خب تازه که عقب متاسفانه عقب گردم داره، چون اصلا خود ظلم چیزی هستن که عزیزان چیز نداره. اگر ظلم حالا فرقی نمیکنه، ظلم سری هر چیزی که باشه، ظلم تو یک جامعه، ظلم سری مردم باشه، ظلم سری قشم ضعیف از جامعه باشه، ظلم سری به اصطلاح نصفی از اون جامعه که خانم ها به اصطلاح نصفی از اون جامعه رو مثلا تشکیل میده، به اصطلاح ظلم سری خانم ها باشه، ظلم سری هر کسی که ظلم باشه. اصلا ظلم است عزیزان. حالا تو هر جامعه ای که ظلم باشه اون جامعه طبعا پیشرفت نمیکنه، پیشرفت که نمیکنه هیچی، عقب گردم داره. حالا خب این ظلم است دیگه. حالا ما و شما اگر فکر کنیم وقتی یک دختر خانوم نمیتونه بره دانشگاه، از کلاس ششم به بالا نمیتونه درس بخونه. البته دختر خانم ها دخترای غریب، آدمای غریبی جامعه، اونهایی که به اصطلاح دستشون به دهنشون میرسه، اونهایی که به اصطلاح الان مثل سرکردهای خود همین طالب ها به اصطلاح که اصلا شاید اصلا خانواده هایشون اونجاها نیستن، اگر هم باشن کلشون در کشورهای به اصطلاح دور و نزدیک، کشورهای عربی و نمیدونم کشورهای حالا دورتر اروپا و نمیدونم امریکا و شاید حالا اونجاها هم باشن دیگه. مثلا اینها که تو افغان اصلا اروپا و امریکا تو کشورهای عربی کلشون مثلا درس میخوانن. دختری همین سخنگوی طالبا همین آقای مجاهد مگر چند روز پیش عکسش نذاشته بود از یکی از کشورهای عربی به اصطلاح فارغ التحصیل شده بود. شما لا فکر کنید حالا چه فرقی میکنه که این دختر به اصطلاح از یک سرکرده طالب باشه یا از یک آدم غریب. یعنی هر چی که به اصطلاح اونجا هر چی به اصطلاح نمیتونه درس بخونه، دختر غریب نمیتونه اونجا. اونایی که پول داره طبعا حتما دختراشون درس میخونه، اگر نتونست داخل کشور بیرون از کشور میفرسته خود درسشون میخونه. خب کی نمیتونه درس بخونه؟ کی رو اونجا به اصطلاح از درس و از تحصیل و از کار و از به اصطلاح از جامعه، از نصف جامعه، از جامعه یعنی از مشارکت در جامعه حذف کرده؟ اونهایی که غریب هستن، اونهایی که پول ندارن، اونهایی که دستشون به دهنشون نمیرسه، خب طبعا مجبور هستن که نمیتونن دختراشون یه برابر بفرستن که درس بخونن. خب همونجا بی سواد میمونه. بعدم حالا انشالله این جلسات هایی که برگزار میشه، حالا با امید خدا این سازمان ها، این به اصطلاح این کشورهایی که حقوق بشر هستن، این کشورهایی که خیراندیش، حالا کسایی که در افغانستان از قدیم، همین از قبلا هم در چیز افغانستان سعیم بودن، همین ها سری عقل بیاد و سری این گروه فشار بیاره که تا بتونه حداقل این در دانشگاه ها باز شوه و این دختر خانم های عزیز بتونه دوباره بره به درس و تحصیلشون برسه و اون باز هم اگر باز کاری از اون بزرگتر بشه، حکومت همه شمول بشه و همه اقوام در اون حکومت سهم داشته باشه که انشالله بره به طرف پیشرفت و بازسازی و کشور عزیز ما انشالله یک کشوری امن و خوب و باسواد باشه که در اون جامعه، اون مردم اون مملکت و کسایی که اونجا زندگی میکنن و برای مردمشون انشالله یک آسایش و آرامش بیاید. اینم بود عزیزان نظر ما. انشالله نظر شما عزیزانم خیلی مهم هستن و کسی خواسته باشه نظرشون از طریق پیام، از طریق اگر کسی خواسته باشه در لایف بیاد، اگر کسی هم از طریق پیام